گیلکی، صفحه 85. گیلکی از جمله گوشه‌های ردیف هست که گاهی در آواز دشتی و گاهی در آواز ابوعطا خوانده میشه و اجرا میشه. وقتی با نوت متغیر اجرا بشه طبیعتاً مجبوریم که در دشتی اون رو اجرا کنیم، اما جایی که بدون نوت متغیر اجرا میشه مثل همین اجرایی که الان هست هم میتونه در دشتی در نظر گرفته بشه و هم در ابوعطا. از اساتیدی که اون رو در ابوعطا اجرا کردن استاد تاج اصفهانی است و برخی دیگر از خوانندگان. استاد نورعلی برومند هم عنوان کردن که این گوشه میتونه در ابوعطا اجرا بشه. این گوشه از لحاظ نام منسوب هست به لهجه گیلک از لهجه‌های مشهور در شمال ایران، مخصوصا در منطقه گیلان، و این قطعه در دوره قاجار بسیار اجرا می شده. از جمله تصنیف گیلک توسط نایب اسدالله و درویش خان ضبط شده در صفحه. همچنین آواز گیلانی که توسط صفدرخان نوازنده نی دوره مظفری باز ضبط شده و همچنین گیلکی حاجی تاج که در ردیف صلحی از اون یاد شده. حاجی تاج نیشابوری به شیوه خاصی این رو میخونده که از اون نمونه از لحاظ نوتی یا ضبطی وجود نداره و تنها در ردیف صلحی عنوان شده. در اینجا گیلکی با دو بیتی از بابا طاهر همدانی به اجرا در میاد. اکثر گوشه‌های آوازی موسیقی ایران بر وزن مفاعیل یا همون وزن دو بیتی هستند، چون میدونیم که دو بیتی یک مجموعه 4 مصرعی است که مصرع اول، دوم و چهارم هم قافیه باشن. گاهی مصرع سوم هم میتونه با اونها هم قافیه باشه ولی این قطعی نیست. وزن مشهور دو بیتی هزج مسدس مقصور هست که همون مفاعیل و دو بیتی بر اساس اشعار قدیمی ایران که اشعار 12 هجایی بودند سروده میشه و نام قدیمی اونها در زمان پهلوی ترانک بوده. البته به دو بیتی پهلویات هم گفته میشه که از جمله بهترین شاعران در این سبک و سیاق بابا طاهر همدانی و فایز دشتستانی است. در اینجا گیلکی بر اساس همون 4 مصرع شکل گرفته. حال و هوا بین نوت‌های فا، لا و دو در حرکت هست و از بیت دوم به سمت شور و رهاب پیش میره و فرود میکنه نهایتاً روی شور. بافت گیلکی اهمیتش بیشتر به دلیل تحریرهای موجود در اون هست که تحریر خاصی داره. در اینجا با کمی تغییر نسبت به ردیف‌های دیگه این تحریر ایجاد شده، شاید برای اینکه هنرجو بتونه راحت‌تر اون رو اجرا کنه و بیشتر میشه گفت گیلکی ساختار ملودیکش و گردش نغماتش به اون اعتبار میبخشه تا حال و هوای مدال اون، چون در اصل اگه بخوایم حال و هوای مدال اون رو در نظر بگیریم چیزی غیر از درآمد دشتی میتونه نباشه. دانگ هایی که در این قطعه به کار رفتند ر، میکرون، فا، سل دانگ اصلی شورمون هست، بعد سل، لا، سی بمول دو که دانگ دشتیه، نمایه مایه نما، سی بمول و میکرونه در این قطعه. یک دور وزن‌خوانی میکنیم. فا فا سل لا دو دوس لا لا سل فا لا سل لا 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 سل لا 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 سل لا 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 سل سی سی لا لا سل سل فا سل 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 فا سل 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 فا سل 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 فا سل لا لا سل سل فا فا سل فا
sol la sol la sol sol fa fa sol fa fa mi fa sol la sol fa sol 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 fa sol 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 fa sol 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 fa sol la sol sol fa fa mi fa 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 mi fa 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 mi fa 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 mi fa sol sol fa fa mi re mi 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 re mi 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 re mi 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 re mi fa fa mi mi re 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 es fa fa mi re es fa fa sol la sol la si la si la sol fa sol la sol fa mi fa mi re mi fa sol la sol sol fa mi fa mi re قسمت اول بر وزن مفاعیل و مفاعیل میگه مفاعیل گردش حول محور فا لا و دو شکل میگیره و لا به عنوان شاهد دشتی تثبیت میشه. کسانی که اینو در ابعاد در نظر میگیرن میتونن این بخش رو به عنوان حجاز خودشون داشته باشن. بعد تحریر گیلکی سولا لا لا سولا لا لا سولا لا لا راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ سولا سی لا لا سول سول. این فراز به عنوان فراز اصلی تحریر دشتی دائم تکرار میشه، یک پله به یک پله عقب‌تر. فا سول 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 فا سول 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 فا سول 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 فا سول لا سول سول فا فا. مصرع دوم میاد سول فا سول، انگشت اول میره رو سول لا سول، انگشت سوم میره رو لا سول سول فا فاس، راست چپ راست چپ ریز، دوباره سوم میاد روی سول یک پله عقب‌تر سول فا فا می میر، این بار به ره اشاره میکنه، انگشت اول میاد رو فا فا سول سول. دوباره تحریر گیلکی از پرده فا تکرار میشه فا سول 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 فا سول 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 فا سول 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 فا سول لا سول سول فا فا. همین تحریر گیلکی از میکرون می فا 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 می فا 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 می فا 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 می فا سول سول فا فا می میر. انگشت دوم میتونه جابجا بشه که بتونیم از می به ره بریم، یعنی می فا 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 می فا 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 می فا سول سول فا فا می میر. در حین ریز این جابجایی رو ما انجام میدیم، در صورتی که کتاب خواسته با انگشت اول حرکت کنه سول فا فا می میر. یه حالت گلیساندو به سمت عقب خواهد بود در کتاب، ولی ما برای اینکه این اتفاق نیفته سول فا فا می می تک می رو که زدیم انگشت دوممون رو جابجا میکنیم به طوری که صدا قطع نشه سول فا فا می میر. و بعد همین تحریر گیلکی از ره می می ره می می ره می می ره می فا فا می می ره. میریم سراغ بیت دوم که حالت رهاب به خودش میگیره. رس فام فا می رس فام فا، انگشت اول میاد روی فا فا سول، انگشت اول میاد روی سول میگه سول لا سی لا سی لا سول. این فراز که راست چپ راست چپ راست چپ راست یک پله عقب‌تر اتفاق میفته فا سول لا سول لا سول فا. و بعد همین فراز با کمی تغییر می فا سول فا می ره می، راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست. روی میکرون ایست موقتی انجام میدیم که در حالت انتظار ما را قرار میده و تمایل داریم که برگردیم به روی ره. بنابراین میگیم فا سول لا سول سول فا می فا می ره. در اینجا بعد از اینکه فا رو سریع وصل کردیم به می با تک فا می برش ریز روی می شروع میکنیم بدون که قطع کنیم، میریم روی ره، بعد دوباره برمیگردیم روی می و روی ره ایست میکنیم با تک میزنیم. شب تاریک و سنگستان من است،
سبو از دست من گفت تا دو نشکست. علامتی که به صورت یک اسلش یا خط مورب قرار گرفته برای تکرار فرازهایی هست که به اونها موتیف هم گاهی میگیم. مثلا در خط اول، خط مورب اول تکرار سولالالا و خط مورب دوم باز تکرار همون هست، سولالالا. بنابراین اون پنجه سولالالا 3 بار نواخته میشه. در خط دوم هم باز به همین شکل و در خطهای بعدی این حالت به همین شکل تکرار شده.